توی این ویدیو رایج‌ترین عادات مالی که افراد رو عقب نگه می‌دارن و نکاتی در مورد چگونگی رهایی از اونها رو بهتون میگم. شماره 1. دیر پرداختن به خودتان. من برای اولین بار اینو در کتاب پدر پولدار پدر فقیر اثر رابرت کیوساکی شنیدم و این یکی از نقشه‌های راه برای رسیدن به آزادی مالی. رابرت توضیح میده که روش پرداخت خبوز توسط مردم را میتوان به دو نوع تقسیم کرد. روش اول، عادت افراد فقیر، دیر پرداختن به خود، یعنی آخرین کاری که انجام میدن همون پس‌انداز کردنه و از همه چیزا عقب میمونن. روش دوم، عادت افراد ثروتمنده که اونها همون ابتدای کار 10% از حقوق خودشون رو به حساب پس‌انداز واریز میکنن. شماره 2، راحت بودن با بدهی بده. به نظر میرسه این روزها بدهی یک هنجار شده و مردم از بدهی برای خرید کوچکترین چیزها، برای خرید لباس، هدایا و غیره استفاده میکنن و ما نباید چیزی رو به شکل بدهی بخریم.